وایسا اینا اینجا پولی ها چی داشتی؟ کاری نکردم که یه باد بود. برو داداش باد آفره کمتر لوبیا بخور. امروز چقدر کار کردی؟ خدا همینا. بده ببینم. نه این زیادی بیا. واو. تبریزی بیا بیرون دیگه. ماریام عجله داری وایسا دارم میام. بابا نمیدونم کی تخم شربتی خورده بود هرچی دونه بود اونجا دیدم. بیا برو بیرون. چی گفتی درد زایمان بدتر نداریم؟ یوبس نیست تا بدونه. برو بیرون. تبریزی بیا بیرون دیگه. وایسا دیگه دارم. بالا میبینه. چه غلطی داری میکنی اینجا؟ آقا شما رایگانو بفرمایید. بدو برو سر کلاس ببینم. بدو برو شو. بچه‌ها بدو میام بریم زنگ خورده. قیچیش کن میرم بابا بدو. آقا میخواسته نباشی. بدو بیا برو ببینم بابا قیچیش کن بدو. بدو ببینم رو ساعت تو دستشویی. بدو. آقا ناظم ارادتمند من آدم فروش نیستم ولی هم به تبریزی تو این دستشویی. ای پاچه خور بدو برو ببینم. مموریا نفهمیدی زنگ خورده؟ آقا ما میخوام بریم دستشویی داریم. چرا تا الان دستشویی نرفتی؟ فقط تو این راحتیم. تبریزی چیه؟ توالت داری؟ نه خواستم ببینم چیزی کم و کسر نداری؟ وایسا دارم غذا تو آماده میکنم 2 دقیقه صبر کن. آماده کن زود بیا بیرون ببینم. عجله نکن بذار کار تمیز در بیاد. معماریان بیا برو بشین آقا لازم به جون چشه در اینجا معماریان وایساده بود من نوکردم همچین جسارت. آقا ببخشید. خب بچه‌ها بریم بشینین که خیلی عقبه. بدوین. پرونده هام چرا اینجا؟ بچه‌ها زمانمون خیلی کمه باید بریم سر اصل مطلب. داداش اینجا مگه مدرسه خواستگاری میرم سر اصل مطلب. آقا اجازه هفته پیش گفته بودید امروز امتحان میگیرید. بابا دور نبیله دیگه نزن دیگه. سوال ریاضی 15,000 تومان خرید میکنیم 20,000 تومان دادیم به فروشنده چقدر باید پس بگیریم؟ 7500. چه جوری حساب کردی؟ تخفیف گرفتیم. به ما برسه. آقا ببخشید بریم دستشویی. بفرمایید. همش تو دستشویی هستی. شربتی جواب بده. اگر 8 نفر تو 10 ساعت یه دیواره بسازن 4 نفر تو چند ساعت اون دیواره میسازن؟ هیچی آقا. چرا؟ خب ببین اون 8 نفر دیوارو ساختن دیگه چیزی برای اون 4 نفر نمیمونه که. شروع کردیم باز؟ معماریان جواب بده. 100 تومن پول داری 100 تومن هم از بابات میگیری الان رو هم رفته چقدر پول داری؟ 100 تومن. تو اصلا از ریاضی هیچی نمیدونی. شما میچی از آقای من نمیدونی. آقای امینی شما جواب بده. 3 بسته خرما داری اگر بهادر 1 بسته خرما ازت بگیره الان چند بسته خرما داری؟ 3 بسته خرما با جنازه بهادر. با من چیکار داری شما؟ خب نو مهدی تبریزی جواب بده. یه واحد اندازه گیری بگو که کمتر از مسخال باشه. اجازه چوس مسکال. خودکار داری؟ خیلی دوست دارم. واو دیوونه خونه است اینجا. بهادر آماده باش میخوام ازت سوال کنم. 10 تا جوجه داری 5 تاشو گربه میاد میخوره الان چند تا جوجه داری؟ هیچی دیگه آقا. چرا؟ چون جاش رو پیدا کرد میره بقیه‌اش رو میخوره دیگه. وای این نیست جواب. نو حامد تبریزی جواب بده. 10 تا موز داری 9 تاشو عبدلی میخوره الان تو چند تا موز داری؟ بیاد اینم بخوره دیگه. چیو؟ این یه دونه موزرم 9 تاشو خورده بیاد اینم بخوره. بخوره اونم دیگه. بهش میرسه. شربتی جواب بده. اگر در یک دست 5 سیب و 4 پرتقال داشته باشیم و در دست دیگر 4 سیب و 5 پرتقال داشته باشیم چه خواهیم داشت؟ دستای بزرگ. اصلا اون یارو کیه که اینقدر دستاش بزرگه؟ خیلی گنده. اینقدر میوه. نخندین. امینی بره گشت بیاره. باشا. آقا اجازه بیام تخته رو پاک کنم؟ بیا پسرم.
معماریان بیا ایکس رو پیدا کن. نوکرم آقا جونم آقا. ایکس رو برای من پیدا کن. این که 4 و اینم آقا نابینایی شما این ایکس گیرم ایکس نه. ایکس شو این سزل ای چیه؟ این سزل ای چیه؟ این سمبوسه است دیگه آقا. خیلی هم خوشمزه است. تا ببینیش کن بری یالله ماشاءالله به مولا. برو بشین برو. بهادر جواب بده ببینم 2 4 تا چند تا میشه؟ خیلی خوب درست. مهدی تبریزی تو جای اون جواب بده 2 4 تا چند تا میشه؟ این یعنی چی؟ بهادرم همینو گفتی آفرین دیگه. اون فرق میکنه با تو. اونجوریه تو سالمی. خب میریم نفر بعد. شربتی آماده باشه. شربتی بیا حل کن. برو داداش به تو هرچند داری کنی ها قشنگ مواظب باش. آقا نوکرتونم. خیلی مخلص. ارادت باش. جان حلش کن. خب 8 به اضافه 8 به اضافه 8 میشه زنجیر چرا اون وقت؟ خب بذار من الان بهت عملی نشون بدم استاد. 1 8 2 تا 8 3 تا 8 میشه زنجیر. نوکرتونم. دست میزنیم براش باید چک بزنیم براش. ماشاءالله داداش. سکته داره میکنه با دستشون. بابا یکیتون بیاد یه کار ریاضی میکنه من یه 20 همینجوری بهش بدم. اجازه ما بیایم. باش بیا. اگر یه چیز خوبه ریاضی بگی یه 20 الان میدم یه 20 هم دفعه بعد بهت میدم. دومیه رو بده به برادرم. خدمت شما. 45 206 206 این چیه؟ بشی دستت برعکسش کن. گوگوش. ماشاءالله داداش. برو. اینم گچ. من بهت میگم برو گچ بیار. رفتی گچ آوردی؟ گچه دیگه تو این بازار بعد همینم به زور پیدا کردم. حیف که ازت میترسم وگرنه میدونستم چیکار باید بکنم. بروشی ما یه سوال داشتیم. بفرمایید. ما یه مکعب داریم ارزش 2.5 به توان 4 طولش 25 به توان 3 حجم مکعب چقدره؟ حدود 85. 85 چی شده؟ ها؟ چی شده خب؟